به کانال یوتیوب یوهویی من خیلی خوش اومدید. میخوایم بریم نهار بخوریم، کار خاصی قرار نیست انجام بدیم، ولی گفتم که شاید دوست داشتید همراه من باشید. تنها چیزی که میدونم اینه که تو ماشین قرار با پارتنرم دعوا میشه چون دیر اومدم پایین، ولی بهش براش شکلات آلمانی آوردم. از همین الان نشسته داره غر میزنه. سلام عزیزم. به اولین ولاگ من خوش اومد. برای شکلات آلمانی آوردم. خوبی؟ بچه حال مالش خوب نیست، عصبانیه. از یه قسمت دیگه دوباره براتون. حالت خوب نیست اونجوری نبر اون شکلات. بعد از 1 ساعت گشتن از شرق تهران به غرب تهران، از شمال به جنوب به فرهزاد رسیدیم. گشنمه ها یادم یهو گشنش میشه اونجوریه. باشه میشه از فضای روبرو براتون بگیرم. هی دست تکون بده. وضعیت فرهزاد ببین میخوام تدیک بخورم همیشه میگم اگه گفتیم جایی که خالی جای سوگن خیلی خوشمزه است. ما طی یه حرکت انحصاری تصمیم گرفتیم اگه مامانم و بهار همکاری کنن همینو بریم شمال. خب ما متاسفانه تماس گرفتیم با 141 و گفتش که جاده ها خیلی ترافیکه. بعد از این که فهمیدیم جاده ها بسته است یهو اومدیم پاساژ خریدیم. اصلا چراشو نمیدونم، دلیلش هم نپرسین چون جوابش هم نمیدونم. و اینکه گوشیم هم 8% شارژ داره، تا جایی که بشه براتون ویدیو میگیرم، ولی اگر خرید کردیم خریدار تو خونه بهتون نشون میدم. شما ویدیو رو ببینید. کاشی بشد اینجوری منم بذارم جلو. خستم. نقطه رو باشه. ببین هم رفتیم هم واسه خودم هم واسه دافی داریم. از بریم خونه خریدمون نشون بدم. هلو و ما رسیدیم خونه. من وسط تست کردن لباسام احساس کردم دارم میمیرم از خواب. رو گذاشتم رو 23 از گرمای زیاد و استراحت کنم. شاید اگر بیدار شم ولاگ جذاب براتون داشته باشه ادامش. اگر بیدار نشم که شبتون بخیر. تا ولاگ بعدی همراه من باشید. دوستتون دارم.